سلام ایزو خوبی؟ سلام عزیزم جانم. گفتم برای من پول داری برام بده که میخوام برم که دوستایم یک کافه یک بریم ناخنه‌مان درست کنم. حالا تو میفهمی که به من سر ما پول میده عزیزم، مال پول ندارم من. یعنی چی نداری الان با من یک ذره بدی؟ هم 1 روپیه ندارم، ما شما ندادین. سر ما دادم و بیا بخشید نیتم برو هر جا میری برو. نه که تو قهر است که بگم نزنی. سعی کو تو عجب. الان باش که رفیقم زنگ زده باش تو. ادو. سلام خوبی حالت خوبه چه خبر؟ سلامتی خدا را شکر کلگی خوبه. کجا میریم؟ شمال؟ شمال؟ باشه. این خیلی شما به سر کوچه کر موتر اینا ما مال میارم. باشه برو خداحافظ. تو که پول نداشتی شمال کجاست؟ شمال؟ گوش کو چی میگم بخش زن. من میخوام برم شمال. نه زنگ میزنی نه پیام میتی. 1 هفته میخوام برم. حواست باشه اگه زنگ در گوشیم بیای وای با حالت. فهمیدی یا نه؟ دیگه نشه زنگ دی. نه زنگ نیست. اجازه است برم؟ نه هنوزا. نه؟ حال چی؟ نه حال دیگه باید برم دیگه. نه من یارم برو. حال دیگه کار نداری کدوم؟ نه برو خداحافظ. خوش بگذره برات عزیزم. خدا نگهدار.